رادیوی آزادی از قبل یک منبع در دادگاه نویای دنقره خبر داد که این دادگاه هنوز ماه ایول امردین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان و 4 تن دیگر از شریکان او را که برای اشتراک در لطکوب کارمندان شرکت مینوفر در تاریخ 16 می به اوباشی متهم می شدند جریمه بسته است، ولی 5 همراه او با جرم اشتراک در زنوزنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. نقشوف را دادگاه 60,000 سومانی جریمه بسته است. پرونده نقشوف بر اساس بند 2 ماده 237 کودکس جنایی تحقیق شد که اون از 60 تا 120,000 سومانی جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. مقامات گفته بودند امردین نقشوف پس از زنوزنی فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخله خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی نویای دنقره آمده تسلیم شده است. نقشوف به آن گناهکار دانسته شد که 16 می با چندی از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در آن حادثه حدود 10 کس از جمله 4 شهروند افغانستان که برای بستن شرطنامه برای جمع‌آوری شیره کمال آمده بودند زخمی شدند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفته بود حادثه در محله هفتم مرکز نویای دنقره پس از آن رخ داد که سیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفارم به درخواست شخصان فرستاده امردین نقشوف برای صاحب شدن به یک قطعه زمین جواب رد داد، ولی بعدا شرکت مینوفارم در یک نامه با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده امردین نقشوف را بیگناه نامید. در این مناقشه شهروند نقشوف همچون شخص خلاص کننده طرفها اشتراک نموده جوانان را به بی‌ترتیبی ها راه ندادن دعوت میکرد. گفته میشد در نامه شرکت مینوفر امردین نقشوف خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشوف مدیر پیشین شعبه 4 امانت بانک در نویای سینای شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نقشوف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد. او رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو نویای خوبالینگ زمین دارد و به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفر از انگشت شمار شرکت‌های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی‌ها به شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان متعلق است.